اکثر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی افغانستان روز 15 اوگوست پس از فرار پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و اشغال کابل از طرف طالبان کار را قطع کردند. سخت مشکل سر دچار هستیم. هم بیکار هستیم، هم اقتصاد ما ضعیف است، هم یک 4 روپیه که در اینجا داریم میام بند است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد وعده داده بود که همه مؤسسه‌های مالی کابل روز 26 اوگوست فعالیتشان را به طور معمولی ادامه می‌دهند. یک عده بانک‌ها فعال شده امکان فراهم آوردند که مشتریان مقدار معینی پول بگیرند. یعنی یک مشتری در یک روز حق داشت از حسابش فقط 17,000 افغانی بگیرد که معادل $200 آمریکایی است. فعال بودن بانک ها را برای نجات افغانستان از بحران اقتصادی مهم می شمارند، ولی آنها با آینده نامعین روبرو هستند. صاحبان بانک ها به سبب نبودن پول کافی به ادامه عملیات در آینده نزدیک شبهه دارند. این در حالی است که پول نقد شهروندان یا سرمایه های زیر بالشت آنها نیز کم کم به آخر می رسد و باعث به نگرانی جدی اهل جامعه شده است. تاجران در پایتخت افغانستان روز 25 اوگوست گشادن در همه بانک ها را طلب کردند، زیرا در کابل برای پول نقد نوبتی دراز به وجود آمده است. اکثر مردم بیش از 10 روز است که به پسندازهای خود در بانک ها دسترسی ندارند. بانک ها بستند. پولهای مردم در آنجا خوابیدند. تاجران یگان محصولات نو نمیارند. ما از امارت اسلامی طلب میکنیم که بانک ها را زود باز کنند. آنها باید هر چیز زود در بانک ها را گشایند. همه کار توسط بانک ها انجام داده می شود. بخش مالی افغانستان در پی بیرون رفتن نیروهای بین المللی که باعث به فروریزی حکومت زیر حمایت غرب در آن کشور شد قطع گردید. پیش از رسیدن طالبان به کابل نیز وضع در این کشور چندان خوب نبود. پیشرفت‌های با صورت جنگجویان در منطقه‌های افغانستان سبب پایین روی ارزش پول ملی در برابر دلار و باعث تورم گردید. نرخ محصولات اساسی خوراکواری از قبیل آرد و روغن و برنج نیز از 10 تا 20% افزود. ممکن است که در دهه‌های افغانستان نیاز به بانک‌ها کمتر باشد، ولی در شهرها که معاش کارمندان دولتی را به صورت حساب‌های بانکیشان می‌گذرانند، بسته بودن مؤسسه‌های مالی مشکلات جدی پیش می‌آورد. شهروندان یک روز بعد از اعلان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد به کار سر کردن بانک‌ها در نوبت ایستادند. اما رهبریت بانک‌ها به ادامه کار خوشبین نیستند. آنها میگویند به زودی اسعار ذخیره‌شان تمام می شود و هیچ ضمانت وجود ندارد که شریکان خارجی بخواهند در این شرایط حاضره به آنها یاری کنند. امکانیت‌های مالی طالبان و توانایی آنها برای دوباره زنده کردن اقتصاد در افغانستان نیز به نظرشان دشوار می نماید. علاوه بر این تقریباً 20% هیئت بلند اختصاص بانک‌ها را زنان تشکیل می دهند. فعالیت آنها در زمان فرمانروایی یک جنبش اسلامگرا زیر سؤال است. 12 سال قبل در دوره حکمرانی پیشینه طالبان از زنان طلب می شد که در خانه بنشینند و تنها با همراهی یکی از مردان عائله به بیرون برآیند. این دفعه گفتند که به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل می دهند، ولی بسیاری از افغانها به صمیمیت و اجرای این وعده ها شبهه دارند.